به متفاوت ترین پادکست دنیای طراحی سایت خوش اومدید. اینجا وب بازیه، جایی که خبری از تبلیغ‌های توخالی یا تعریف‌های سانسور شده نیستش. قرار از چالش‌های واقعی، تجربه‌های کاریمون با مشتری و پشت پرده‌هایی بگیم که تو هیچ دوره آموزشی یا پیج اینستاگرامی پیدا نمی‌کنی. من علی کریمی هستم و از سال 1393 وارد دنیای طراحی سایت و آیتی شدم و تو این 12 سال روی بیش از 1500 وبسایت به عنوان طراح، پشتیبان و یا ادمین فعالیت داشتم. الان هم به عنوان CTO در شرکت بین‌المللی کانادیجی در کانادا مشغولم. یکی از دلایلی که این کانال رو انداختیم این بودش که دیدم اکثر بلاگرهای این حوزه فقط دنبال جذب مشتری یا شاگردن و واقعیت مسیر طراحی سایت رو یا نمیگن یا خیلی فیلترش میکنن، در حالی که این کار مخصوصا بعد از مرحله یادگیری اولیه با وردپرس چالشایی داره که شاید مجبورت کنه نصف شب‌ها بیدار بمونی و کل سیستم رو از نو بسازی. تو این مسیر با یکی از حرفه‌ای ترین مدرس‌های طراحی سایت خانم قربانزاده آشنا شدم، کسی که برخلاف خیلی ها بی پرده حقیقت ها رو توی پیجشون میگن. بعد از کلی همفکری تصمیم گرفتیم با هم این پادکست رو راه بندازیم و هر چیزی که از دل این سالها تجربه کسب کردیم رو با شما در میون بذاریم. پس اگر دنبال یه روایت واقعی از دنیای طراحی سایت هستی با ما همراه شو.